سلام به دوستای خوبم. امیدوارم که حالتون عالی عالی باشه و امیدوارم که یک روز رو و یک اول هفته رو پر از انرژی شروع کرده باشید. خیلی خوش اومدید به خونه خودتون و به این کانال و از اینکه با یک ویدیو دیگه همراه منی. از تو خیلی ممنون و سپاسگزارم و خوشحال. ما یه اول هفته رو شروع کردیم. روز این هفته شیفت مدرسهش صبحیه و روزو بردم رسوندمش مدرسه و خیلی جالب بود. من توی ایستگاه اتوبوس متوجه شدم که کارت اتوبوس هم با خودم نبردم و باید نقدی حساب میکردم. پول نقدم همراه هم نبود دیگه. اونجا کارت کشیدم و پول نقد گرفتم و ایستاده بودم که اتوبوس بیاد. تو همون لحظه گفتم خب من یه برنامه ریزی داشتم برای استارت ورزشم و حالا روتین غذایی چیزا برای کاهش وزن دیگه. از اینجا باید شروع بشه دیگه. گفتم از اینجا شروعش کن. روزو گذاشتی مدرسه، مسیر برگشت پیاده بیا. مسیر برگشت رو روزو پیاده کردم، مسیر برگشت رو تا خونه پیاده اومدم با اینکه هوا خیلی سرد بود ولی خب کلاه رو انداختم روی سرم و تا خونه پیاده اومدم. نزدیکای خونه‌ام که بودم برای نهار تصمیم گرفتم که برنج و مرغ درست کنم و خب حالا اینجا یه مقداری علاوه مواد غذایی چون هنوز ساکن نشدم کامل، حالا تا خونه خودم بخوام برم مواد غذایی به اون صورت توی یخچال نیست دیگه. تصمیم گرفتم که برم یه فروشگاه مرغ بخرم و یه سری مایحتاج بود که نیاز بود خرید کنم و دیگه رفتم یه مقداری سبزی خریدم. پای ثابت سفره بذاری نشونتون بدم. پای ثابت سفره سبزی خوردن. سبزی خوردن که اون روز گرفتم تازه تموم شد. مرغ خریدم، یه بسته مرغ خریدم. نمک نداشتیم توی خونه، نمک خریدم و یه خوردم زمینی و یه چند تا دونه هم کدوی سبز و سیر پای ثابت دیگه. خریدامو انجام دادم و الان هلوش یه 5 دقیقه است رسیدم خونه دیگه. گفتم برای شما یه ویدیو بگیرم و کمی باتون صحبت کنم. و حالا من چون یک مقداری روغن نارگیلم به موهام زدم، یه دوشی باید بگیرم و سرمو حتما بشورم. بعد از دوشم که دیگه این چند وقته انقدر مشغله کاری بوده که میخواستم اتاق رو مرتب کنم که بشینم پای کارم، نتونستم هنوز دیگه. امروز تصمیم گرفتم 100% هر جوری که شده من این اتاق رو مرتبش کنم، میز کامپیوتر رو مرتب کنم، فضای کاریمو شروع کنم چون امروز شنبه است، فردا یک شنبه بازار تعطیله و شنبه یک شنبه پای کار نمیشینم. از روز دوشنبه دیگه استارت کارم رو هم بزنم و شروع کنم به ترید زدن تو پای سیستم. از برنامه‌های امروزم تمیزکاری اتاقه که حتما باید اتاق رو تمیزش کنم. یه نهار باید بپزم و از اونجایی که ساعت 11 باید برم مدرسه دنبال روز. الان یه سری کارامو توی این تایم 2 ساعت و نیم انجام میدم و بقیه کارا میفته برای که بعد که روزو برگردوندم خونه. امروزم کلاس زبان روز شروع میشه. استارت ترم جدیدشون خورده میشه. ساعت 6 بعد آموزشگاه باشه برای استارت کلاس جدیدش. حالا برای ساعت فکر میکنم 5:45 که از اینجا حرکت کنیم تا ساعت 6 آموزشگاه و کلاسش رو برگزار میکنه. خلاصه یه عالمه کار دارم و تمام این کارا رو باید هندل کنم تا شب. حالا اگر شما دوست عزیز تازه به جمع ما پیوستی، خیلی خیلی خوش اومدی به این جمع. ازت خواهش میکنم که حتما اگر دوست داشتی ویدیو رو منو سابسکرایب کن و زنگوله رو هم بزن که ویدیوهای بعدی رو از دست ندی. برای آشنایی بیشتر با من که ببینی من از کجا حرکت کردم و الان اینجا هستم، حتما ازت میخوام که از وقت ارزشمندت بذاری و ویدیوهای قبلی منو حتما ببینی. با من همراه باشید برای یک ولاگ روزمرگی. خب از اونجایی که
توی تصمیمام، توی برنامه هام، هدف گذاریام که انجام داده بودم، تصمیم گرفتم که مجدد وزنم رو بیارم پایین. یکی دلیل این که امروز اصلا پیاده از مدرسه رسول خونم اومدم به خاطر همین تصمیم بود که گرفتم، چون یه دفعه گفتم خب اگر میخوای شروع کنی باید شروع کنی دیگه، الان وقتشه. برای همین پیاده تو خونه اومدم که یه مسیر چون مسافتم طولانی بود، برای پیاده روی خوب بود. از امروزم تصمیم گرفتم که خب چون یک دفعه نمیشه بدن رو به حالت فقر برد، یه سری مواد مصرف میکرده که بدن بهش اعتیاد داره و الان میخوایم اون اعتیاد رو ازش بگیریم، مثل مواد قندی. برای همین برنامه رو اینجوری شروع کردم که مواد قندی که حالا الان دارم مصرف میکنم، مثل اون شکلات، مثل بیسکویت، یا حالا هر چیزی شیرینی که مثلا میخورم رو، این رو تا ساعت 12 ظهر داشته باشم. از ساعت 12 ظهر به بعد دیگه هیچ گونه مواد قندی به بدنم ندم که تا شب این مواد قندی رو بدن بتونه بسوزونه. از طرف دیگم مصرف پروتئین رو توی غذام یک مقداری میخوام بیارم بالا و رعایت فستینگی قبلا داشتم، چون فستینگ خیلی به بدن کمک میکنه برای سوخت و ساز و بالا رفتن متابولیسم و تنظیم خیلی از چیزا توی بدن، چون الان خیلی هاتون دیگه آگاهی دارید در مورد فستینگ. روی این حساب گفتم که فستینگ رو از ساعت 6 بعد از ظهر شروع کنم تا فردا هلوش ساعت 9 و 10 صبح. 9 صبح صبحونه رو دیگه از حالت خوردن نون بیارم بیرون، چون من قبلا که ورزش میکردم صبحونه من 2 تا تیکه نون پروتئین بود، یک قاشق کوچیک کره بادام زمینی، یک قاشق عسل، یه تخم مرغ آبپز شده و یه دونه قهوه. این صبحونه بود که من فکر میکنم نزدیک به 3 سال این صبحونه رو خوردم و خارج از این صبحونه اصلا عمل نمی کردم و گفتم که اینجوری شروع کنم برای انجام این کار. و از این حالا چون فعلا شرایط باشگاه رفتن رو ندارم و از اون طرف هوا خیلی سرده برای دویدن و از اون طرف هم وزنم بالاست، برای دویدن یک مقدار عاقلانه نیست، گفتم که از این به بعد دیگه توی خونه روزانه روزی نیم ساعت یک سری حرکات نرمشی انجام بدم که رفته رفته این وزن بیاد پایین، یک مقداری بدن استیبل تر بشه، سبکتر بشه که بتونم برم بیرون بدوم و حالا جا به جا هم که بکنم خونمو. میدونم که تکلیفم روشنه که کجا بخوام برم باشگاه، چون الان تکلیفم مثلا مشخص است که لحاظ سکونتی فعلا نمیتونم باشگاهی هم ثبت نام کنم. رو این حساب من این تصمیمات رو فعلا تا اینجا گرفتم، از امروزم اجرایشون کردم. اصلا الان که ساعت 9:30 من هنوز صبحونه نخوردم. حالا اولین چیزی که بخورم یه دونه قهوه است و یه دونه تخم مرغ آبپز فعلا. بعد برای نهارم بیشتر سعی میکنم پروتئین مصرف کنم، حالا مرغ در کنارش سبزی، و مصرف برنجم رو هم خیلی باید بیارم پایین که ما به بدن کمک کنیم که وزنش بیاد پایین. ولی از طرفی هم بدنم رو تحت فشار نمیذارم که بخواد این حرکت رو پس بزنه، چون خیلی اصلا تجربه کردیم وقتی تصمیم میگیری که وزنتو بیاری، کاهش وزن داشته باشی، نمیشه. یعنی تو تا یه جایی پیش میری، از یه جایی به بعد میگی امروز فردا، امروز فردا. واسه همین ما میخوایم این کار نشه. اگر که تو هم مثل من اضافه وزن داری، میتونی همراه من باشی و ما آخر ماه وزن میکنیم، روی ترازو میریم میستیم وزن میکنیم، ببینیم که هر ماه چند کیلو داریم کم میکنیم، ولی استیبلش ماهی 3 کیلوه. بیشتر از این ما نمیخوایم به بدن فشار بریم، چون میدونیم که با کاهش وزن سریع بدن افتادگی پوست رو هم همراهش هست و ما نمیخوایم این اتفاق برای پوستمون هم بیفته. روی این حساب وقتی کاهش وزن به شکل تدریجی باشه و کم کم باشه، اون افتادگی پوست هم شکل نمیگیره.
گفتم اینم باتون در میون بذارم، با من شریک باشید که بدونید از امروز قراره چه کار دیگه رو انجام بدم و یک قول هم به شما هم به خودم دارم میدم که این برنامه رو هم پیش ببرم بدون اینکه بخوام زیر قولم بزنم. خب من یه دوش گرفتم، این روغن نارگیلی که روی سرم بود و شستم، تمیز شد و آماده شدم. یه قهوه برای خودم ریختم که صبحونه رو یه لیوان قهوه بخورم. یه دونه تخم مرغم گذاشتم آبپز بشه، این تخم مرغم برای صبحونمه. بعد از اونجا که گفتم که شیرینی رو یه دفعه قطع نمی‌کنی، به همراه این قهوه یه تیکه کیک هویج، از این کیک های هویج گرفتم. یه برش کیک هویج هم من با این قهوه میخورم، چون یه دفعه نمیشه قطع کرد قندو، چون مصرف قندم یک مدل اعتیاده دیگه و یه دفعه نمیتونی قندو قطع کنی. چون من قبلا میگم سابقه کاهش وزن و گرفتن این مدل رژیما رو دارم، میدونم که چجوری آهسته آهسته میتونی قند رو قطع کنی، کلن قطع کنی. من به یه جایی رسیدم که 1 سال کامل به هیچ عنوان لب به هیچ ماده قندی نزدم. الان برش کیکی هم که برای خودم بریدم که بخورم به این اندازه است. این برش کیک رو با یه لیوان قهوه و یه دونه تخم مرغ آبپز میشه وعده صبحونه. الان هم ساعت 10:30 صبح که من میخوام صبحونم رو بخورم. این برنامه‌ای که برای صبحونم چیدم. من برنجم رو از صبح ریختم تو آب، شستمش و گذاشتمش تو آب نمک که هم خیس بخوره و هم اون حالت آرسنیکی که توش هست تقریبا خارج بشه. البته برنج بهتره که از شب بذاریم خیس بخوره، ولی حالا من چون ایده غذاییم صبح اومد به ذهنم که چی میخوام درست کنم، از صبح اول وقت برنج گذاشتمش توی آب نمک تا خیس بخوره. برنج من اصولا کته میکنم، آبکش درست نمیکنم، معمولا اصولا کته میکنم برنج رو. مرغم رو هم گذاشتم تو آب نمک و زردچوبه که اون بوی زهمش گرفته بشه، که میخوای بپزی اون بوی زهم مرغ رو نداشته باشه. جدیداً مرغ که میخوای بپزی، من نمیدونم چرا، حالا قبلا اینجوری نبود ولی جدیداً اینجوری شده. قبلا مرغا رو وقتی میپختی بو نمیدادن، بوی زهم نمیدادن. الان جدیداً وقتی مرغ رو شروع میکنی به پختن بوی زهمش بلند میشه و تا لحظه آخر اصلا هر چی مثلا برگ بو و دارچین و هر ادویه که تو فکر کنی برای گرفتن بوش کرفس و اینو بریزی کنارش، باز اون بوی زهم و بدبویی خودشو داره. واسه همین آدم دوست نداره بخوره اون مرغ رو. برای همین که دیگه من تصمیم گرفتم که مرغم رو تو برای که اون بوی زهمشو بگیرم میذارم تو آب نمک و زردچوبه بمونه برای 1-2 ساعت. بعد 1-2 ساعت به اون روشی که یاد گرفتم شروع میکنم به پختنش. اگه دوست داری بدونی که توی هند، چون روش سبک غذاییشون در مورد ادویه با ما خیلی فرق میکنه، اون ادویه رو چجوری عطرش رو توی غذا انتشار میدن، حتما تا انتهای ویدیو با من بمون تا سبک یک پخت غذا با ادویه های هندی بهت یاد بدم. اینکه چجوری ادویه هات رو، چون ما ادویه ها رو مصرف میکنیم به خاطر عطرش دیگه، حالا خارج از خاصیتش اون عطرش رو خیلی دوست داریم. بهتون یاد میدم که ادویه رو چجوری با غذا درست کنی که عطرش کل غذات رو بگیره. همراه من بمون تا آموزشت بدم با پخت یک برنج مرغ خیلی خوشمزه. من قبل از اینکه غذامو بخوام درست کنم اول صبحونه‌مو میخورم. گفتم که یه برش کیک دارم، یه تخم مرغ آبپز دارم و یه لیوان قهوه. اول صبحونه‌مو میخورم،
بعد میرم مشغول میشم برای پخت ناهار و ساعت 11:30 از خونه حرکت میکنم به سمت مدرسه روز، برم دنبال روز رو بردارم بیارم خونه. بعد میرم مشغول میشم برای زیر و رو کردن یه اتاق و مرتب کردن اتاق. در ابتدای یه مقداری کره رو با یه کوچولو روغن میذاریم که آب بشه. اول من یه مقدار زردچوبه رو با چوب دارچین و برگ بو توی این روغن تفت میدم. نیاز بود یه مقداری هم تخم گشنیزم باشه، تخم گشنیز نداشتم بهش اضافه کنم. اینه یه مقدار تفت میدم. بعد از اینکه تفت داده شد، الان نوبت سیر و فلفل سیاه‌مونه که کوبیدیم با هم دیگه. خب حالا سیر و فلفل سیاه رو که کوبیده بودم بهش اضافه میکنم و شروع میکنم تفت دادن، سرخ کردن تا بوی عطر این ادویه ها بلند بشه. حالا یه تفت کوچیکی که دادیم، نوبت اضافه کردن پیاز و فلفل سیاهمونه، فلفل سبزمونه، میگم فلفل سیاه، ببخشید. خب من یه تفت به موادم میدم، یه مقداری سرخ بشه. وقتی یه مقداری سرخ شد، مرغامونو میچینیم داخلش. خب من چی کار کردم؟ اومدم زردچوبه و دارچین و برگ بو و کوبیده سیر و فلفل سیاه رو توی روغن و کره سرخ کردم. بعد یه مقداری پیاز و با فلفل سبز تند بهش اضافه کردم، یه تفتی دادم، سبک شد. الان یک مقداری هم رو بهش زدم برای رنگش. الان مرغامو گذاشتم توی این مواد تا یه خورده سرخ بشه، حالت سرخ شدگی به خودش بگیره. بعد یه حالت سرخ شدگی که به خودش گرفت، میام بهش آب اضافه میکنم. مرغا الان توی این حالت تقریبا به حالت سرخ شدگی رسیدن، حسابی تفت خوردن، عطر خوبی هم ازش بلند شد، یعنی اون بوی ذوق مرغ دیگه وجود نداره. حالا تو این مرحله ما یه مقدار آب اضافه میکنیم بهش و میذاریم که با این آب
کم کم پخته بشه. در آخر نزدیکای پختش که رسید یک مقداری سیب زمینی و کدوی سبزم کنارش میذارم که سبزیجات کنارش هم باشه. برنجم که اون آب اضافه، اون آبره که توش خیسونده بودم ریختم رفت. روغن و نمکش هم اضافه کردم، گذاشتم برای کته شدن. من چون میخوام برم مدرسه دنبال روزو بیارم، غذام هم نمیخوام زیرشو خاموش کنم، آب مرغمو بیشتر گرفتم و یه دونه از این زیریا بذارم زیر قابلمه بیاد بالاتر. فاصلهش تا شعله زیاد بشه، شعله‌ش هم کم میکنم که تا برم و برگردم بیام جوشیده باشه. چون روز امروز کلاس زبانم داره، خب نهارشو باید زودتر بهش بدم بخوره. دیگه به جای که مثلا ساعت 4 و 5 بهش نهار بدم، ساعت 3 دیگه نهارشو بهش داده باشم. تا اون موقع غذای من پخته شده و غذا رو بهش میدم بخوره. دیگه الان سری برم بشینم این سبزی‌ها رو هم پاک کنم، بشورم، کاراشو انجام بدم که دیگه میخوام برم کاری نداشته باشم. اگه در مورد ادویه‌های هندی سوالی داری و دوست داری در موردشون بپرسی، پایین این ویدیو میتونی کامنت بذاری، در حد دانایی خودم جوابتون رو میدم. یه سلام مجدد از ادامه ویدیو با شما. سبزی‌ها شسته شد، یه مرتبه با سرعت نور پاک کردم که برسم فقط کارای الان رو انجام داده باشم، چون با برم مدرسه دنبال روز. سبزی رو گذاشتم تو آب، 3 مرتبه آب کشی کنم، حالا برم برگردم یا بقیه‌شو انجام میدم. برنجم که تقریبا دم کشیده، ولی یه شعله پخش کن گذاشتم زیرش و شعله‌شو کم کم کردم که سرد نشه. خدا رو شکر مرغ به هیچ عنوان بوی زهر نمیده، یعنی به هیچ عنوان بوی زهر نگرفته. عطر ادویه ها کامل مشخصه. یه 3 تا کدوام چون خیلی تازه بودن گذاشتم داخلش تا پخته بشه. برگردم بیام یه دونه سیب زمینی هم خورد میکنم کنارش. همه چی اوکیه دیگه. برم خودم آماده بشم، حرکت کنم برم سمت مدرسه روز که روز از مدرسه بیارم خونه. آماده شدم، از خونه زدم بیرون، دارم میرم به سمت مدرسه روز که برگردیم با هم بیام خونه. امروز بعد از ظهرش یه روز پرکاره و دیگه امروز هر جوری شده باید اتاق خواب رو بریزم بیرون و از نوع اتاق جدید بسازم که از دوشنبه به امید خدا بشینم پای سیستم برای کار کردن. من اومدم و رفتم مدرسه دنبال روز اومد و دیگه دوستش سر بریم توی خیابون بهار بچرخیم. دیگه رفتیم توی خیابون بهار یه چرخ زدیم و یه خورده از سوپرمارکتی خرید مرید کردیم واسه تغذیه مدرسه روز که دیگه نخواد از بوفه مدرسه چیزی بخره. بعد دیگه برگشتیم با اتوبوس اومدیم خونه. دیگه نهارم دیدم آماده شده، غذامو کشیدم، هم برنج کشیدم، اینجا میارم ببینید مرغش کشیدم، سبزی هم که شستم و آماده. دیگه یه سفره پهن کنم باش روز بشینیم غذامون رو بخوریم و برم سر کار اصلی. کار اصلی من تمیزکاری نظافت اتاقه. قبلش حتما یه ویدیو ازتون میگیرم که ببینید این اتاق به چه شکل بوده و در انتهای کار نمای اصلی اتاق و نظافت رو حتما براتون فیلم میذارم که دیگه از الان تا ساعت 5:45 یه چند ساعتی وقت دارم که روزو میخوام ببرم کلاس زبان. این کارا رو انجام بدم که دیگه اتاق جمع و جور شده باشه، کاری نمونده باشه. ما بریم نهارمون رو بخوریم و بعد من برم دنبال کارهای نظافت اتاق. خب دوستای قشنگم، ما نهارمون رو خوردیم با روز دیگه. الان اومدم مشغول به نظافت اتاق بشم. الان وضعیت اتاق که میبینید به این شکل کتابای مدرسه روز اینجاست و ریخته به هم ریخته های من قرار پشت میز بشینم کار انجام بدم. اینجا فعلا در حد ترکیدن به هم ریخته است. یه سر و سامونی به کشوهای این دراوره میخوام بدم. یه بساط رزمم هم گذاشتم اینجا
مواد شویندم رو گذاشتم. اینم وضعیت این میزه و این طرف هم الان وضعیت این مبل است و رخت خواب و چمدونای بسته و اینا. اینجا این کلیت اتاقه که چقدر به هم ریخته است. ویدیوشو میگیرم. الان مشغول به تمیزکاری میشم و بعد از تمیزکاری هم یه ویدیو براتون میذارم. خب من وسط کار بعد روزو میوردم کلاس زبان. اومدیم کلاس زبان آموزشگاه. چه سفره یله خیلی خوشگلی هم وسط آموزشگاه گذاشته بودن. خیلی دوست داشتم که از این سفره یلا برای شما فیلم بگیرم و اینو با شما شریک بشم. روزم که یه گوشه مونده بود و منتظر بود که کلاس شروع بشه. دیگه روزو گذاشتم و برگشتم خونه. خب دوستان روزو آوردمش کلاس زبان. یه نیم ساعت زودتر هم رسیده بودیم که حالا موندش تو آموزشگاه. من دارم برمیگردم سمت خونه. نصف اتاق مرتب کردم. یه سری لباسا رو از توی چمدون کشیدم بیرون گذاشتم توی دراورا، کشوهای دراور که دیگه میخوام لباس برداریم راحت باشیم. بعد نصف دیگه اتاق مونده. حالا تا این تایمی که روز کلاسه برگردم برم خونه اون نصف اتاق هم تمیز کنم، یه فیلم نهایی بگیرم براتون و دیگه این اتاق امروز تموم شده باشه دیگه فردا بیام توی حال پذیرایی رو تمیز کنم. از اینکه تا اینجای ویدیو همراه من بودی از تو ممنون و سپاسگزارم. لایک رو بکوب و تا انتهای ویدیو همراه من باش. امیدوارم که تا اینجای ویدیو لذت برده باشید و براتون جذاب بوده باشه. من روزو بردم گذاشتم کلاس زبان و برگشتم اومدم خونه. توی این تایمی که حالا روزو گذاشتم کلاسش اومدم و اتاق و کارش رو تموم کردم. کلن گردگیری شد، وسایل اضافه بیرون رفت. یه سری از وسایل چمدونا رو که نیاز داشتم هی با مرتب در می آوردم و در آوردم گذاشتم داخل کشوهای دراور. فعلا در حال حاضر چمدونا رو تو هم کردم و اضافه وسیله ها رو گذاشتم تو چمدون کوچیکه و جمع شد چمدونه. الان دوربین رو میچرخونم و یک رونمایی از اتاق، یعنی انقدر ترتمیز شده که آدم کیف میکنه. خب اینم از نمای کلی اتاق. من یه عقب بزنم تذکر کنم که واضح تر ببینید. اینجا مرتب تمیز شده، همه گردگیری شده. میز کامپیوتر که قرار من بشینم روش کار کنم، تمام اون وسایل اضافه و هر چیزی که اینجا اضافه بود همه رو جمع کردم و انتقال دادم تو کمد دیواریه کامل تمیز و مرتب. مودممو گذاشتم، همه اینجا اوکیه، آماده برای کار. لپتاپم هم گذاشتم دم دسته. دراورم که لباسای خودم روزو چیدم داخلش. روی میز کامل مرتب شد، خیلی تمیز، خیلی خوشگل. اینم منم. این سمت البته این قسمت تخت رو دادم اون طرفتر جلوی این دراور بازتر شد و آدم راحت میتونه رفت آمد کنه. اینه که خریده بودم درش آوردم، میخوام بشینم کار کنم. من عاشق سوزندوزی ام. این طرحه رو گرفتم ولی خب متاسفانه نتونستم، وقت نکردم بدوزمش. میدوزمش و تکمیل شدهش رو بهتون نشون. زمان میبره تا این هولوش 5-6 ماه زمان میبره تا بیا تکمیل بشه. خب تکمیل شدهش هم میشه این دیگه. این تکمیل شدهش. ما عاشق کارهای سوزندوزی هستم، مدرسه که میرفتم. خب این تختم دادم کنار، این پزه این طرف رو باز کردم. اینجا یه دونه مبل بود، این مبل رو انتقالش دادم توی هال. چمدون رو گذاشتم اینجا و کامل همه چیز مرتبه شد. یه اتاق قابل سکونت و انجام کار. از اون طرف هم اومدم این مبل رو گذاشتم اینجا. این صندلی تلفنم گذاشتم اینجا. حالا مونده تمیزکاری حال و پذیرایی که کلا الان اینجا همه چیز ترکیده به همه. اینا میبینید همه از اون طرف اومدن این طرف و اینا همه باید مرتب بشه.
یه گردگیری کامل بشه و یه تیو جارو بخوره. کارهای اتاق تموم شد دیگه. الان توی برای اتاق کاری ندارم، فقط میمونه یه تمیزکاری توی حال و پذیرایی که یه جارو بخوره و یه تی بخوره. اینا تموم بشه دیگه، بعد من برم آموزشگاه روز از کلاس بیارم و دیگه روزمون اینجوری تموم شده. از اینکه تا انتهای ویدیو همراه من بودی ازت ممنون و سپاسگزارم. ازت تشکر میکنم که حتما منو حمایت کنی، ویدیو رو لایک کنی اگر دوست داشتی. اگر تازه به جمع ما اضافه شدی حتما کانال رو سابسکرایب کن، زنگوله رو هم بزن که ویدیوهای بعدی رو از دست ندی. بهت توصیه میکنم ویدیوهای قبلی رو هم حتما نگاه کنی که ببینی مسیر من از کجا شروع شده و الان کجا هستم. از اینکه وقت قشنگت رو در اختیار من گذاشتی که این ویدیو رو نگاه کنی خیلی ممنون و سپاسگزارم. تا یک ویدیو دیگه منتظر من باشید. خدا نگهدار همه شما باشه. خدا نگهدار.